بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و ارجمند، امروز با شما درباره یکی از موضوعهای مهم، انتخاب دوست، انتخاب رفیق صحبت خواهم داشت. انتخاب دوست و رفیق بسیار مهم است در حیات انسان و برای آینده او و برای خوب ادامه دادن حیات خود و برای رسیدن خود به مرتبه های بلند دنیا و آخرت. از اینجاست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود می‌فرمایند: المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. رواه الترمذی. حدیث صحیح است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک می‌فرماید که انسان در دین دوستش خواهد بود، پس هر یک کدام شما نگاه بکند که چه کسی را دوست انتخاب کرده است. یعنی که مادامی که دوست ما مسلمان است، دوست ما در اسلام خوب است، علم و دانش و فهمیش خوب دارد، با اسلام زندگانی میکند، ما و شما را به اسلام میبرد. و اگر متاسفانه دوست ما، رفیق ما، جوره ما یا خواهران را دوگانه هایشان گمراه و ویران باشند، روز نه روز آنها را به آنجا میکشانند. به همین خاطر بزرگان میگویند که به من بگو که با کی رفیق هستی، من به تو میگویم که چی کس هستی. یعنی به من بگو که با کیها رفیقی داری، من به تو میگویم که تو چگونه شخص هستی. اگر با بزرگان هستی بزرگ هستی، با بدان هستی بد هستی. یعنی رفیق و دوست و انتخاب در حیات ما و شما برادران عزیز، در حیات نزدیکان ما و شما، جگرگوشگان ما و شما به نهایت مهم است. به همین خاطر هم اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بزرگان اسلام وقتا که به شهر داخل می شدن دعا می کردن که پروردگارا بهترین ها را در این شهر با ما هم نشین و همکار بگردان. در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی قصه دوستی را به ما ذکر کرده است. یکی از مردان زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عقبه ابن ابی معیط. عقبه ابن ابی معیط بسیار با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ششت و خیز داشت. به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار آمد و رفت میکرد، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک شخصیت بزرگ، خوش اخلاق، دارای اخلاقی والای انسانی بود و یعنی توی داشت. عقبه ابن ابی معیط رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به تویش دعوت کرد. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به تویش رفت و خواست که او را مشرف به اسلام بگرداند، گفت من طعامت را نمیخورم تا مسلمان نشوی. عقبه ابن ابی معیط مسلمان شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از طعام او خوردند و مسلمان زندگانی کرد. اما یک دوست گمراه داشت و آن دوستش ابی ابن خلف بود. گفت که ای عقبه ابن ابی معیط، روی من بر روی تو دیگر حرام است تا این که به محمد صلی الله علیه و سلم کافر نشوی و در روی او توف نکنی. و این عقبه ابن ابی معیط سخن این دوستی بگویم جانی خود را گرفت و به این گمراهی و ظلم ستم قدم زد و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده کافر شد و توف هم کرد. اما توفش نرسید به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، کافر شد، از دین حقی که به او مشرف شده بود بیرون شد. الله سبحانه و تعالی در سوره فرقان آیت 28 و 29 احوال عقبه ابن ابی معیط را به ما و شما بیان میکند که این کافری که با بدان و گمراهان به سبب دوستی از دین خدا برآمد عاقبتش چی میشود؟ میگوید الله سبحانه و تعالی: و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. در روز قیامت وقتی که عقبه ابن ابی معیط را به دوزخ داخل کرده می شود، امری به دوزخ می شود،
دو دست خود را در دهان خود میگذارد، 10 انگشت خود را میگزد و میخواید، میگوید که ای کاش که همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم راه اسلام را پیش میگرفتم و از دین اسلام نمی برآمدم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش که این گمراه را، این ابی ابن خلف را دوست نمی گرفتم و به وسوسه او از اسلام کاش که بر نمی گشتم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بعد از آن که مشرف به قرآن و به اسلام شدم، این دوست مرا از این بیرون کرد و گمراه کرد و به کفر کشانید. و شیطان باشد انسان را وسوسه می کند به کارهای کفر و شرک و گمراهی و گناه. وقتا که انسان به گناه و به کفر و شرک و به مصیبت گرفتار شد، او را ترک می کند و کمکی نمی کند. یعنی ببینید که عقبه ابن ابی معیط که راه جنت را پیش گرفته بود، مشرف به اسلام شد، صحابی پیغمبر شد، به وسوسه این دوست گمراه خود دوباره کافر و بت پرست شد و در دنیا کشته شد در جنگ احد و در آخرت دوزخ را برای خود خرید. یعنی برای همین هم حکما میگویند الصاحب صاحب اما الى الجنه و اما الى النار. بزرگان میگویند که رفیق انسان را میکشد یا به سوی جنت یا به سوی دوزخ. ما و شما دوستان عزیز و ارجمند همیشه در انتخاب رفیق، دوست، رفیقهای فرزندان خود، نزدیکان خود، برادران خود بسیار باید احتیاطکار باشیم. شخصانی که ما و شما را به آبادی دنیا و آخرت دلالت میکنند، شخصانی که ما و شما را به کارهای خیر تشویق و ترغیب میکنند، با آنها باشیم تا اینکه به جای و مرتبه برسیم. حتی بزرگان میگویند لأن انقل الاحجار مع الابرار خیر من ان آکل الخبیث مع الفجار. بزرگان میگویند که اگر با نیکان سنگ بکشم، سنگ کشی با نیکان برای من بهتر است از خوردن بهترین حلوا با بدان. برای همین خداوند بزرگ دعا میکنیم که دوستان عزیز و برادران گرامی، ما و شما را در دنیا و آخرت با نیکان، با بزرگان نشستن و زندگی کردن و دوستی کردن را نصیب کند و در قیامت با آنها، با پیغمبران، نیکوکاران و بزرگان و علما جمعمون بیارد. آمین یا رب العالمین.